سفید پهلوانی شناخته جمهوری تاجیکستان به میدان میبراید. پیش از این ما داور را معرفی میکنیم. ایوانا بابیوچ از رومانیا، داور درجه المپی، رقابت پهلوان ما و فرانسه را معرفی میکند. جوزف ترک و تیمور رحیموف، ورزشگر موفق جمهوری تاجیکستان، یک تن چهره خیلی نمایان و شهرتیار که در مسابقات گرند اسلم هم مدال نقره هم مدال برنجی دارد و این پهلوان چمپیون جهان، رقیب ورزشگر ما، معذرت، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان در سال 2015 در مسابقات چمپیونات جهان نه و در میان مسابقات قهرمانی اروپا میان جوانان مقام سوم دارد و دو مراتب هم جام اروپا را به دست آورده است و در قطعه اروپا اگر به نتیجهش توجه کنیم امروز هم بیشتر از آن دستاوردهایی که چون دارد جای نگرانی هم نیست. تیمور یا اندکی به اشتباه را داد ورزشگری ما و جریان ما و زینت این لحظه این را هم باید خوب مورد توجه قرار دهد. اندکی توقف بود لحظه که دستی تیمور را سیب دید، دستی راستش و باشد که اینجا هم امتیازی به این چهره البته منصوب ندانند. این خوب است و در پاریس سال 2021 هم برنده مدال برنجی شده بود این چهره. تیمور رحیموف هم که دستش آسیب دیده است، پهلوان معروف و شناخته ما که در رده‌بندی بهترین های دنیا در مقام سوم می‌ایستد. این هم برای ما افتخار بزرگ است. در تل اویو مدال برنجی به دست آورده بود، در ابودابی مدال برنجی گرند اسلم، در باکو مسابقات قهرمانی. هاپا یک لحظه خیلی مساعد و مناسب را این چهره شناخته گوشتین جودو و ملی کشور به میان آورده. در گرند اسلم باکو نوامبر سال 2021 در مرحله نهایی از پهلوان ژاپنی ناکام شد، برنده مدال نقره شد. در رده‌بندی بهترین انا پرتاف واقعا هم با دل میلیون ها نفر مخلص تاجیک، با قلب میلیون ها نفر علاقمندان برنامه های تلویزیون ورزش نشاط و شادی را چهره شناخته و محبوب ورزش کشور سم کرده حلالش بود. بسیار هم با جرأت و توان و نیرو و غیرت تاجیکانه این هنر را نشان داد که احسنش میگوییم. آفرین، بسیار هم خوب استعدادش درخشید و برنده مدالی برنجی مسابقات گرند اسلم انطالیا گردید. آفرین، این هواداران گوشتین جودا، این چهره های اصیل و افتخار از پرچم و از میهن و از دولت و از صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز میکند. بسیار هم چهره ارزنده، واقعا هم عالی هنرنمایی کرده، عالی. The highlights of this contest on the screen.